دیشب مادر سراینده شناخته کشور سروینوز یوسوفی که سالیان دراز از بیماری سرطان رنج میکشید از عالم درگذشت. سروینوز اخیراً خبر داده بود که مادرش سخت بیمار است و نمیتواند مدتی در صحنه برآمد کند. این نکته را اووزخان در برنامه نگفته‌های آرزو عیسایف قید کرده بود. به گفته او مادرش سال گذشته بعد زیارت خانه خدا و ادای حج اول به بیماری فراموش خاطری و بعداً به بیماری سرطان جگر و روده گرفتار شده و تا این دم از این درد رنج می برد. سال گذشته مادرم را همراه پدراندرم به زیارت خانه خدا فرستاده بودیم. خدا قبول کند نغز رفته آمدند. مادرم بعد بازگشت یک مدت فراموش خاطر شدند. به بیمارخانه بردیم و بعد تشخیص معلوم شد که گرفتار سرطان جگر بودند. رویخط داروها را به دوستان در هندوستان بودم روان کردم و آنها داروهای لازمه را به من دسترس کردند. یک مدت طبابت گرفتند و خواستیم دوباره تشخیص کرده از وضع سلامتیشان بخبر شویم. تشخیص دوباره نشان داد که مادرم به سرطان روده هم گرفتار شدند. با اشک 6 قطار گفته بود سروینوز یوسوفی. طبیبان گفتند که اگر سرطان در یک عضوش می بود طریق هیمیوتراپی توبت کردن امکان پذیر بود، ولی در 2 عضو که هست کفالتی صحت یافتنش را داده نمی توانند. سروینوز گفته بود که مادرش بیشتر همراه اوست و 1 سال می شود که از این درد رنج می کشد، ولی تا حال نمی داند که گرفتار چنین بیماری است. بالاخره مادر سراینده از این درد بی‌دوا دنیا را پدرود گفت. یادرس می شویم که زمان 3 ساله بودن سروینوز پدرش از مادرش جدا می شود و زن دیگر می گیرد. بعدا مادر سروینوز هم به شوهر می براید و صاحب 3 پسر و 2 دختر، 4 فرزند از ازدواج اول و 1 فرزند از ازدواج دوم می باشد. پدر سروینوز نیز از همسر دومش فرزند دارد، لیکن آنها با سروینوز و خواهر و برادرانش رابطه ندارند. خود سروینوز نیز اویله‌دار و صاحب 2 فرزند، 1 دختر و 1 پسر است. اهل ایجادی کانال شهریار میدیا بنابر درگذشت مادر عزیزش اظهار همدردی نموده برایش در تحمل این فاجعه از درگاه آفریدگار صبر جمیل خواهانند.